سلام علیکم عزیز، زنده سلامت خانم باشید. پدر و مادر من الحمدلله که خوشبخت‌ترین پدر و مادر بودن در جهان. خوشبختی پدر و مادر، خرسندی پدر و مادر خرسندی آینده فرزند می شود و بدبختی که بدبخت میکنه پدر و مادر که اوبیدش در کاری روش کو، این فرزندها بدبخت میشوند. بله، پدر و مادر بعد از اون که نفقه برآمدن پنسه در هیچ جا کار نمیکردن. رنگی چی میگن ملکه‌ها کرالیه برای که جو که میخواستم ما همه کس فرزندا کار فعالیت میکردیم، پدر و مادر جو که میخواستن رویشو میکردیم، کار نمیکردن. لیکن گونه که من در یوتیوب میبینم که خیلی پدر و مادر رو احترام میکنن، اینا بدبخت میشن. از خدا هم بترسین کسی که این کارو میکنین، بس خدا هم برگردید. پدر و مادر ما دائما در چی میگن در عبادت بودن، در حج میرفتن خانه خداوند و دائما در سفر و دائما در چی میگن در سر گشت بگیم دوره پیری میروندن، نه بیروشون قطعی بود، نه بیروشون قطعی. کجا میخواستن مهمونی میرفتن، کجا که میخواستن سر گشت میرفتن، کجا که میخواستن سناتوری برادران چی میگن استراحتشون میبردن روشون میفرستادن. یگان با ما ندیدیم که باید چی میگن گیره کنن او بیدشون نیستم. در توی نبیروش میبودن دو تی سرجیلابی توی نبیروش میشدن، نبیروش خبر میدونم سرجیلاب میشه پدرم میگه من سرجیلاب عروس خود میبرم. خواهرم شوهر داریم خودش نه خشم سرجیلاب کرد. یعنی که توی تماشا توی نبیرو توی ابیرو چی میگن خدمت سوی نبیرو ابیرو انا میگونه پدر مادر من بسر بردن. نگی خیلی حیاتی که از در یوتیوب نشون میدین که گیره و نولا او بدیده پدر مادر در بری رو من هر فرزندانه بخشم فرزندی من مرا پرتوف آمد. این خیلی در اویلم و الحمدلله که نبود نیست انشالله نخواهد بود، چون که کسی که پدر مادر را داشته میگیرد که خوشبخت‌ترین انسان است. کسی که پدر مادر را میخنداند که خوشحال میکند خوشحال‌ترین انسان است. کسی که پدر مادر را میگیراند که انخ گریان به حیات زندگی میکند بدبخت میشد انسانی که پدر مادر را میرنجاند. فهمیدین؟ چون که در سوره احقاف در سوره لقمان آیات زیاد آمده است در حق پدر و مادر، نه که الله تعالی رضاست از آن کسی پدر و مادر رضا باشد. پس شما بدونید که وقت پدر مادر از شما رضا میره چقدر شما خوشبخت میشید. روز ما در اویدام الحمدلله که همون خوشبخت هستیم فرزندان پدر و مادر من. نه بیرهایش که گفتن که شما در دوی بزرگ گفتگیان چقدر دورنده و چشیدگیان. نه بیرهای پدر و مادر من دورنده هن، چه دختری چه پسری فرزنداشون دختر و پسرشون هم الحمدلله که اساس سلامتی هممون بجا است. سلامتی هممون در جا در کووید یگان خشتواری خدا جون چشم نرش است ماشاءالله سال نشیدم. در کووید یگان کسی ما ماشاءالله بارک الله ما کسل کووید نشدیم. ما برادرای ما اپا خواهرای ما خشتواری ما برای چی؟ برای که دوی پدر مادر گرفتن. کسی که دوی پدر مادر میگیرد که یگان بیماری چی میگن تاب نشونده نخواهد شد انشاءالله. برای که پدر مادر میگه کو بچه‌م خوشبخت شوی. از دیگه چی میخوره انسان؟ وقتی پدر مادر بگه خوشبخت شوی دوی پدر مادر به نزد الله تعالی میرود. در آیت قرآن میگه که خداوند رضاست از آن نفری که پدر مادر رضا باشد. وقتی پدر مادر شما راضی باشد خوشبخت باشد چی دیگه شما در کار دیگه چی در کار نیست. هم خسته گفتی وای ابتدش که من خریب شریف پری میگری سیاحت کردن. هر وقتی که برعکس پدر و مادر میرنجونن و دیده میکنه باید چی؟ آیا عکس این میشون بدبخت میشن مثل همسایه ما آتشه برده بیمارخانه روحی پرستن بدخشه به قدر رسانید این خیلی میشه. بله بدبخت میشد کسی که پدر و مادر میرنجاند و احترام نمیکند و آبیدش بر رو میخواد بدبختترین انسان میشد. خوشبختترین انسان کسی میشد که اول که رابطه با الله تعالی داره، دیمیش که پدر و مادر چی میکند دعایش رو میگیرد و رضا میشد. پدر و مادر از اون فرزندها رضایت نمیروند. بله اینو به شما گفتم بودم عزیز این سلامت و خونه با سر بلند باشید. پدر و مادرتون به زندگیشون به قدرشون برسید. به زندگیشون به قدر پدر و مادرتون برسید. همین سایت من وقتی که مرحوم در سایت نشون دادم اولین مقصدی من این بود که موضوع فقط در کار پدر و مادر احترام پدر و مادر. میخواین نمیخواین من گپ میزنم و از دنیا گپ زده میرم انشاءالله. احترام پدر و مادر در یکم جا میسته در چیزی من در همین کانالی من در یکم جا احترام پدر و مادر در همین دنیا عبادت الله تعالی بندگی با جا آوردن یک نسبت انسان ها یکم احترام پدر و مادر در موضوع من انشاءالله که میسته. خب ندارم شما دیگر لایک بجقین زیر کنی میبخشین
подписаться کنین. خیلی موضوعهای مهم جالب شما را انتظار است انشاءالله.